خیلی معلمی خیرخواهی داریم که بسیار غم ما را چی در دنیا و چی برای آخرت میخورد. حضرت میگد که شما در این حیات هم داریم عملهایی را که اگر انجام تیم در خانه قبر برای شما بسیار یاردم چی میشود. یعنی اون چیزی رو که الان میگه حضرت من میگم اگر شما پیگیری کنین، اگر همین رو انجام تین، خانه قبر شما بسیار راحت داره و هیچ وقت نیاز و حاجتی به کسی دیگه پیدا نمیکنید. برادر عزیز، پیش از آنی که این حدیث من گویم، حضرت صوفی علیه میگو که اژدهای خفته در چاه میرود جانب او اعمایی، تو که دیده خبر نمیسازی، از مسلمانیت چی مینازی؟ میگد یک چاه، یک چکری درش گوییم پر از اژدها و پر از مار. یک آدمی نابینا رفته باید که به همون چاه مقصد میافته، وقتی میبینیش خبر نمیکنی، دستش نمیگیری، تو چه مسلمانی؟ مقصد حضرت همیه که امروز همون چاه عذاب خدا های نابیناها ما و شمایم برادران. اگر یک دیگر ما آگاه نکنیم که در پیش همین خیلی عذاب ما را انتظار های، ما چی مسلمانی داریم؟ خدا برکت یا حاجی آدین احمد که امروز سبب این حضرت داملا ما را حدیثی را گفتن، خارج شدن، غزلهای را برای ما خوندن. همچنان ما هم مثال باز یک حدیث دیگر را بیان میکنیم. چی خیری هستیم، چی نیکی هست که یک حاجی مثال برای ما سبب شدن و ما چقدر درک میکنیم، چقدر خبری پیدا میکنیم. و الله مهربان برکت یا دیگر برادرایی که امروزها نفرهایی را جمع میکنن همیخیل واقعی این چیزی هست که پشت به پشت ما آمده است که ما از وقتش یا پیاله چای یا یک دهن نان یا خدایی، این کاری هست که ما از چندین عصرها شد که در خاندانهای ما و شما این انجام می‌یابد و البته به البته باید انجام هم بیابد، زیرا ما از الله و رسول او هم تاکید داریم که علی کل مسلم صدقه، هر یک مسلمان باید خیر و احسان باید داشته باشه و سبب بسیاری مشکلات ها را برطرف شدنش همین خیرهای ما هست. ما ها او را احساس کردن نمیتونیم. بعدا دیدیم که یگان سختی اگر ای بالای سر یگان حالت مشکلات را میزنیم، همونجا میبرویم بعد خودمون میگیم ای کدام عزیزی و پیری و یگان بزرگی دیگر را نامش میگیریم، میگیم همون در پشمان که ما ایمی حالت برمیم و ایلا اکه اینم در زبان مردم های و ایلا ای دستی بیچارم پیر و بزرگی چی هم نمیاد، مگر احسانهای ما بود، مگر خیرهای ما بود که ماها را مقصد از همون مشکلات ها دور کردگی. زیرا خبر از پیغمبر خدا هست که غضب خدا را ای بالای سر شما، این همین یک دهنانی که مردم ها میتین، همین ها غضب خدا را بالای سرتون دور میکنن. پس برادران، خداوند سپاسگزاریم که گاه یک امکانیتی میشود که ما یک آیت قرآن یا یک حدیث پیغمبر معنوش را میفهمیم، گوش میکنیم. این شم بسیار الله سپاسگزاریم. حدیثی که من گفتم برادران معنوش همین بود که
خانه قبر شما راحت دارد، آخرت شما از تشویش خالی هست. کدام وقت؟ وقتی که حضرت اشاره کردن علما علمه و نشره، هرگاهی که اگر شما برادران تعلیم میگیرین، یعنی تعلیم میگیرین، یعنی طالب علمی، از علم خدا و رسول، از علم دین تان آگاهی دارید. وقتی آگاهی پیدا کردین، با وی مقصد بر نفر دیگری با تعلیم میتید. گفتن اگر همین خیل انسان دنیا را پدرود بگم، همو علم گرفتش یا همو علم رساندش، راحت خانه قبرش. برادر عزیز و گرامی، امروز اگر شما درک کنین، اکثرا ما و شما قریب از طلب علم که بسیار قفا موندگیم، بسیار بیخبری بد موندگیم، بسیار جهل و جاهلی و نادانی و کنفهمی و همه اینا سبب شبیه که ما و شما تعلیم نمیگیریم. اکثری ما و شما را بینیم که تعلیم اکو میلش این گپ در سری حدیث و معنای حدیث و تفسیر قرآن و این مسئله و اینها یک طرف، همین قرآن حتی خواندن نمیتونه. که یکی بگیم از یک مسئله هایی که برای ما و شما بسیار مهمه و بسیار مفیده که باید هر خاندان ما و شما قرآن تلاوت کنند، حتی از همین قرآن خواندن هم برادر عزیز ما و شما خودمان محروم کردیم و در سعی و در طلبش و در یادگیریش هم نیستیم. ولی اگر شما بینید که یک حرف 10 ثواب دارد، 10 ثواب یک حرف، اگر تو یک ورقه بخونی هیچ نبودنده وجود آخی یک هیچی نبودنده 200-300 حرفه، در هر حرفی و اگر خدا تو را 10 ثواب تا تو میدونی یک ورقه تو در دیر در 3-4 منوت میخونی، دیر 3-4 منوت در تصور کنید چقدر اجر و پاداش خداوند برای شما میده. وقتی شما سحر بامداد میخونین یا تا بامداد مقصد یک ورق 2 ورق از قرآن میخونین، خانه قبرتونه برادران. این قبر یک خانه هست که همه ما و شما حتما واردی او، اگر خدا نصیب اون که باشه، واردی او خانه میشین. برای همین میگه در اینجا کار، در اونجا نخل بردار. اینجا در مهنت زحمت تبکه که اونجا در حاصل شای، حاصلاشو اونجا میبینی. دویم چیزی را که حضرت اشاره کردن که راحت خانه قبرتونه، ولدن صالحا ترکه، حرکت کنین. میگه چقدر همین زور تونم که بیا یک فرزندی خوب صالح را ای پس سرتون ترک کنین، بعد خانه قبر برین. تو یک فرزندی خوب اگر با شرطی که ما نگذاریم و بریم، این هم حسرت خانه قبر میشه. برادر عزیز، برای یعنی چیلی که ما دیدیم که همین در همین دنیامون سعی داریم، حرکت داریم که همین بچه هکامون مثلا به یک سین سال رسیدیم دستمونه بگیرن، یاردم ممکنن، مقصد بین یاردم ممکنن، چی در زندگی باشه، چی در نفقه باشه، در هر جد میخواهیم که ما را یاد انکو بینیم که آخرت دهم، خانه قبر دهم، فرزند صالح را که بگذاری، هم دنیات هم در دنیا دستگیریت میکنه، هم خانه قبر دهم، راحت خانه قبر هم ایسای فرزند صالح. برای همین از برنامه هایی که برای تربیه در کار
برادرو ما در فکر در یک کشیش میگیم برادرو اکی دملو برای فرزندی صالح آمدن، برای فرزندی صالح از ما باقی گذاشتن چیکار کردن در کاره چیکار کنیم که یک فرزندی خوب ایما باقی مانه و من که اگر از دنیا هم که گذاشتم خلاص ای حساب برکت همی فرزندی خوبی را که من تربیه کردم من خانه قبرم راحت داشته باشم چیکار کردن در کار چیکار کنیم که همین فرزندی صالح از ما میشود این راه داره برادر این راه ها داره برای همین شما دیدیسین که میگه پیامبر نازنین که دیگر چیزی که از بعد سر شما برای شما یاردمچیان دیگرش فرزندی صالح های و ما باید بدانیم که اولین نازکی برای فرزندی صالح این لقمه حلاله لقمه را حلال میکنیم برادرو همچنون همخوابگی هم با دعا وقتی که دست دراز کردی طرف خانومت باید از الله مهربان دعا کنی که خدایا همین جمعی که من میشم حاضر از شر شیطان از تأثیر شیطان ما را حفظ کن و این جمع ما را جمعی با خیر و جمعی با سعادت بگردان و از این محصول جمع ما فرزند خوب و فرزند نیک ما بده شما دیدین که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی مژده دادن وقتی جبرائیل آمد و حضرت سن سالش به 120 رسیده بود وقتی مژده فرزندش داد که خداوند برای تو فرزند میده حتی سارا میگه خنده کرد که یک کمپیر مقصد در او سن سال خندهش آمد که مقصد ما را فرزند میده خداوند ما همی یک زنی که تمام دیگر مقصد حالت تولدم نیست که قدرت الهی به همه چیز قادر برادر به پدر فرزند پیدا او کند طفل را در مهد گویا او کند او قدرت داره وقتی ایرا شنید حضرت ابراهیم چی گفت ربی هب لی من الصالحین خدای مادامی که فرزند میتی فرزندی صالح میتی دعا کرد برادرها و خدای مهربان اسماعیل برای او چقدر فرزندی خوبه برای او نصیب گردوندن از این لحاظ برادرای عزیز و گرامی دیگر چیزی که برای ما مهم به دست خانه قبر مونده چیه فرزندی صالح که زوشته و رفتن برای ما لازم و در کاره دیگرش میگه او مصحفا ورثه‌هو ببینیم یا ما برادرها امکانیت داشته باشیم اگر مبلغ داشته باشیم شرایط داشته باشیم قرآن رو میگیریم برادرها و خرید میکنیم برای نفرهایی که میخوانن قرآنشون میتیم میاریم یک قرآن دست یه حبیل دارم میتیم میگم برادر زمین قرآن رو بگیر بخوانه در حق ما دعا کن تا وقتی او قرآن ما در دست همیو دور میگرده و ایو میخوانن من از حساب این خانه قبر ما راحت دارم هست راه هایی که برادر عزیز با مبلغ اندکی شیخ سعدی میگو با دنیا توانی عقبا خرید بخر جان عزیز و حسرت خوری همه جا ایستاده آخرت خریده میتونی بخر بچم که پشیمان میشه همون دورهایی که در مسجد بودیم میدیدیم برادرای عزیز که مردم میآمد 100 دانه قرآن چند کراکم جا میمون میگو همه را مردم در تقسیم کنین بخونن در حق نام چیه نام ما چی در کار بوجی هم بته در حق ما دعا کنن این مردم میکردن همی کارا را تا برای خانه آخرت چون اینها هستن برادرای عزیز عملهایی که
اگر ما انجام تیم چی می شود؟ خانه آخرت ما هم آباد می شود. یعنی از دنیا از اینجا ایستاده ما خانه آخرت مون هم آباد کرده میتونیم. حتی یکی از اونها او صدقتا اخرجها من مالیه، این یکی از دیگر آن چیزی رو که خانه قبر ما را آرامی میبخشد، راحت میبخشد، زینت میبخشد، این است که وقتی من از مالم در دنیا خیر و احسان بکنم، این خیرها و این احسانها هم برادرها برای ما و شما هم دستگیری خانه آخرت ما میشه. حالا مهربان توفیق ما بتد که از اینجا ایستاده برادرها هیچ وقت خیلی که پیامبر دعایی میگفتن اکثروا ذکر هادم اللذات یعنی الموت، الله را دعا کنیم که همین یاد مرگ از ذهنها ما نگیره، در یاد ما و شما بودن باشه. هر روزی که بیدار شدیم امام شافعی را میگه در منبر که میبرامد هر یک جمعه که برای مردم میخواست موعظه کنه میگو برادرای عزیز از درخت عمر ما 7 میوهش کنده شد، یعنی این جمعه به این جمعه 7 روز میگذره که 7 روز دیگر میگو ما به مرگ نزدیک شدیم. یعنی ما هم هر روز که وقتی روز میدمه در ذهنمون همین باشد که یعنی ما مردنیم، مرگ دامن ما را میگیره، لیکن معلوم نیست که تا بگاه های تا پگاه های، لیکن مهم همه که فراموش نکنیم مردن فراموش نکنیم. اگر همین در ذهن هامون باشه برادرها، در یادمون باشه، ترسش اگر در قلبمون باشه، همین ما را تربیه میکنه، همین ما را به سوی مکتبی بگیم همون آدمگری نزدیک میکنه. هرچی همین بدبختی هایی که دست ما و شما میشود حساب آنه که مردن فراموش کردیم، همین سرسختی هامون، همین تنبلی هامون، همین معصیت هامون همش سببش همین که مرگ فراموش کردیم. برای همین این فراموش کردن در کار نیست و هیچ وقت اعتماد هم کردن در کار نیست که حاضر من همین روز من نمیبرم. همین اعتماد باید نداشته باشید، برای که مرگ گفتی همون شاعر الموت یأتی بغتة، مرگ ناگهان میاد. برای همین ماها باید این چیزا هیچ وقت از ذهنمون دور نکنیم، دائم در پیش نظرمون باید مرگ باشد، ترسش هم باشد. طریقی که حضرت داملو گفتن جان دادنم باید که باشد و حضرت سلمان فارس گفتن حضرت یگان بار درباره مرگ از پیامبر چیزی شنیدی؟ ابولیث میاره در کتابی هم تنبیه الغافلینش گفت ها گوش شنیدم ای حضرت که شدت مرگ هم میگفت با مثال 300 شمشیر در وجود زدنه، 300 شمشیر در شکمت میزنه چقدر درد میوی گفت به همین مقدار گفت انا گفتن شدت موتای و گفت باز میتونین دیگر چیز شنیدم پیامبر گفت که اگر همین حیوان ها اگر مرگ بدونن که همین مرگ چیه شما از وجود همین روغن یافته نمیتونید، یعنی دیگر در گوشت حیوان روغن پیدا نمیشه. این روغن اصلا خیلی بی پروایی و بی فهمی پیدا میشه. وقتی آگاهی گفت پیدا کنن شما دیگر اتنه یا روغن یافته خوردن نمیتونید. برای این ماها هم برادرها بی پروایی بدم نباشیم، بی اهمیت هم نباشیم، با جوانی مون هم تکیه نکنیم، با تنی صحت مون هم تکیه نکنیم، با این هم تکیه نکنیم که من علاقه آنتی ویروس دارم، علاقه چیه؟ من علاقه آنتی ویروس دارم، آنتی ویروس نمیکشه و آنتی ویروس هم فایده نمیکنه. اگر در کارشید برادر عزیز این نزد الله در که ساعتش که آمد حتما این دنیا را پدرود میده. با بیاد این آمد سیاد تشکر زیاد، خدا برکتت یا
معرکه و محفل خوبی کردید. خوب کردید. بسیار یک محیب اهل علم بود و مشتاق که مقصد زیارت ها بود. خداوند رحمت و مغفرتش کنه. این گمان های نیکشه، این نیت های نیکشه، خدای مهربان دستگیر خانه و خیرتش کنه. بازم در عمر شما، در عمر بچه چرکایی که ایستگی خداوند آینده این نیکشان بتر در این خاندان فیض و برکات نازل کنه. الله جمیع گذشتگانتون رحمت و مغفرت و توفیقامونه، اخلاصامونه، یقینامونه با سوی دین خدا زیاد در